عادت جوان بری است. یعنی صبح بخیر ورزش شروع میکنه، صبح که میبینه کمبل سر خود کش کرده باز نمیکنه شروع. دوری از بیکاری و خلوت ها. بیکاری یکی از عوامل گناه است. بیکار شدی 100% شیطان برات کار پیدا میکنه، عادت شیطان برای میاد. آدمای بیکار کار داره، کار خود مصروف است. که بیکار پیدا کرد بلخصی بیکار در خلوت قرار گرفت، حتما ازش گناه میشه. دیگر راه جلوگیریش ورزش مناسب و سالم. من یک تقاضا ازتون دارم، به خدا میگم مصروف هستم، ولی ورزش رزمی میرم، رزمی نترسم، رزمی لازم سخت میشه. همین که آدم بیخی میپره. فهمیده شد؟ عادت جوان بری است. یعنی صبح بخیر ورزش شروع میکنه، صبح که میبینه کمبل سر خود کش کرده باز نمیکنه شروع. یعنی پس سر از روز هفته خیلی باز ببینی ما باز تو آدم هستم، سر از روز هفته اینمی هفته ایزی باز بیخی نمیآید. نه که یک دفعه شروع نکنی، حرکت نکنی، یک دفعه حرکت نکنی باز نمیشه. این ورزش مناسب سالم که پیدا شروع شود، باز انسان این غریزه‌اش تا یک حد در کنترل میشه. یک ورزش، یک فوتبالی، یک دویشی، یک باسکتبالی، یک کانفوی، هر چیزی که خوشتون میاد. ولی در خانه نشستن، خوابیدن، چرت زدن، شب تا نیمه‌های شب نشستن، باز بعد از نماز صبح خوانده یا نخوانده، پس در خواب رفتن، بلند میشه گرد بعد نه چهره طرف آینه دیدن میتونه، نه در کار رسیدگی میکنه، نه درس به سرت میخوره، یا طرف مکتب میری پانتون ایش در سرت نمیاد.